اولا السلام علیکم بینندگان گرامی. ما اینجا یک گروه برادران از شهر مهاجر مهنتی و این برادری که میبینید برای آب طهارت را گرم کردن آب را گرم کرده ایستاده است. خب چخیلی که ما دود او را دیدیم یک چیز به یاد آوردیم. در دهات وقتی که توی می شود و در تای سماور دود می براید. ای بچه بیره در رسوزی دوبلو چند چای دیا؟ دو چای کبود دم کنه برام مهمون خونی کلوم بید مرحمه دستور مهمون رو آب گره آب گره دستورا ای بچه چکنشان همجا برو که که آشی همین دوبلو چوار کم تبیاره دامده بیاره شدم دیگو با نسوزی کجا کر برون شد دوبلو گوشتار در کجا کشال کنم بیارم گره بشو که پرشو کرده سکه دارش کمر کفو همه جا رو بو میگره بید مرحمه گره گوشتا گره تو پاور کجا شد دوبلو آب سماور گرد شدم در مهمان دستاش آب بودیم آه گرمه گره بید بچه کو دولا چلگانو چه میسه دو دامده تا بیاره گره بسه گره دستار آب گره بید گره بید همون خونه در نمشو براره کی رهیمو گره دوملار خون داره السلام علیکم نازتین رحمت شد خدا خیر مورا گرم رحمت کنید به مرحمت کنید دست خدمت کنید به دن تو کنم به مرحمت کنید چطور دیشیده خیلی بد عملو با همین جا بینندگان گرامی برنامه ما به آخر میرسد.